тамошобинони азизу арҷманд, умедворем ки хуб, сиҳат ва солим ҳастед ва чун аз барномаи навбати ҳафтаи сипарӣ гардид ва ин шом мо тасмим гирифтем бобати як бемории бо ҳар яки шумо дар суҳбате истода бошем ки ин беморӣ хеле بیشتر و پیشتر گوییم دچار می شود و شاید اطراف این نمودی بیماری بسیار شنویده هم باشید و با خود سوال هم کرده باشید که چی باعث می شود که انسان به این یا اون بیماری گرفتار می شود و با چی کار کنیم که به این نمودی بیماری گرفتار نشده باشیم. البته پس از چند دقیقه ها ما موضوع برنامه رو برای هر یکی شما معرفی خواهیم کرد و این نوبت باشد ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری سر صحبتی داشته باشیم. شاید کمی اندیشه نمودید که این بیماری چگونه بیماری است. اگر ما بگوییم به اصطلاح به هر یکی گوییم ما و شما معلوم اپیلپسیه، پس این چگونه بیماری است؟ چرا این به این نمودی بیماری گرفتار می شوند و به این نمودی بیماری بیشتر کیها گرفتار می شوند؟ این سوال هایی هستند که ما پاسخ آن را از مهمون برنامه محترم رحیموف عبدالغفار مجیدویچ، مدیر شعبه عصبی بیمارخانه رقم 1 جماعت خیسیورزی ناحیه باباجان غفاروف دکتری درجه عالی اعلاچی تندرستی جمهوری تاجیکستان پاسخ خواهیم شنید. خب دکتر تشریف شما را خوش آمدید میگفتیم. چون ما علاقه موضوع برنامه را به تماشابینان اعلان کردیم و بابت اون اندیشه راندیم میخواستیم اکنون فکری شما را شنویده باشیم. پس این بیماری سر یعنی اپیلپسی چگونه بیماری است و این بیماری کیها گرفتار میشوند؟ سن و سالشان چند است؟ بیشتر دختران هستند، پسرها یا مردان یا زنان، یا این نمونه بیماری سن و سال ندارد؟ این چند سوال هایی بودن پی هم میخواهیم پاسخ از شما گرفته باشیم. باور دارم که تماشابینان عزیزی ما هم بی‌صبرانه انتظار هستند که پس چرا به این نمودی بیماری گرفتار میشن. حتی بعضا حادثه هایی هستند، شاید بعضا تماشابینان عزیزی ما شاهد چنین حالت هایی شده باشند که وقتی که میگوییم به بیماری اپیلپسی گرفتار شده است به طور تازه قاشق رو آل یا زبانش رو پایان یا بالا نما، این تنها یک اندیشه از یا حقیقی است. میخوایم اندیشه شما رو شنویده باشیم. مرحمت. پیش از همه السلام علیکم تماشاگران محترم. در حقیقت این بیماری اپیلپسیه، یعنی از کلمه لاتینی گرفته شده. اپیلپسیه این یک هم به زبان روسی یعنی پریپاکت میگن، یا که به زبان ازبکی توقالیق توقناق میگن، شیطان لمیش میگن. از قدیم الایام این همین خیلی کلمه که اومدگی، لیکن اساساً با زبان تاجیکی بیماری سر میگن. این چگونه بیماری است؟ خیلی اوج میگیرد در بین مردم و چیکار کردن در کار که ما یاری اولی طبی خود را رسانیم، یا که اولی خود را در کوچه ها، در بازارها، در همه جاها اومد این به این بیماری گرفتار شدگان یعنی با خروج‌های اختلاجی گرفتار میشن و با در همون جا میافتن. یعنی بیماری همین خود اپیلپسیه یا که بیماری سر میگوییم بسیار وقت حاضر فصل تابستان بعضی در هنگام آبازی کردن در جای کانال های و دریاها آبازی میکنند. این خروج‌های اختلاجی همین بیماری سر داشتگان نباید که به نزدیکی یعنی به همان آبازی روند. برای چی؟ برای اون که وقتی که تگ آب میدارن غوطک میزنن اکسیژن یعنی هوای تازه به معانی سر نمیرسد، بعد در تگ آب خروج اختلاج یعنی سودرگی میگن اوج میگیرد که غرق میشوند. برای همین این حادثه ها بسیار شده میایستد. برای همین لیکن همه عصب شناسان تمام دنیا توصیه میتیند که با آبازی نروند، به لبی آب نروند، به لبی آلو نروند که درون علنگی آلو میراتند. یا که همه خیلی حادثه های هم شدگی که هنگام گرفتن شهادتنامه رانندگی با روی ماشین میشینند، ماشین را های میکنند. هنگام های کردن اتومبیل
خروج اختلاج یعنی همین بیماری اوج میگیرد که یک بار یا به صدمه دچار میشوند یا دیگر آدمان را پخش میکنند. من خواهش میکردم که پیش از گذراندن همین طب و یا معاینه طبی باید از هر یک همین رانندگان ناو من شهادت نامه میگیرند باید که پوره از معاینه طبی گذرند هم اقتباس طلب کرده شود و ثبت برخی معاینه سر را نیز گذراندن لازم است. و خب اینجا دکتر از اندیشه شما برمی‌آید که یعنی بیماری سر یا خود اپیلپسی یا گفتیم به اصطلاح دیگری توتقالق یعنی وقت و ساعتی خود را ندارد، یعنی خروج گرفتن وقت و ساعتی خود را ندارد، یعنی شخص نمیداند که او کی به این بیماری گرفتار میشود. همونطور بله. پس سبب‌های پیدایش این بیماری در جسم انسان علامت‌هاش اگر میگفتم من اینجا منظرت میپرسم دکتر پیش از آنی که علامت‌ها رو قید کرده گذارید، پس این نمونه بیماری در جسم انسانی سالم از کجا پیدا میشود؟ البته یعنی یک قسمان از دوره همین ابوعلی ابن سینا میگیم اگر از دوره قدیم یک قسم همین بیماری خودش ارثی میگیم. یعنی مثلا از نسل اگر در یک عائله اگر همین بیماری اکن ارثی گفته 7 پشتمون نظر داشته باشیم. بعضیا میگن که من یک پشتی مونده گذشتگی نیست که گفتگی فکرها هم پیدا میشه، لیکن این 7 پشته 10 پشته نسل همین میاد. اگر چون که همون گنی که همون اپیلپتی گنی زونش گنشانده اگر باشد اگر همون چیز همون یک وقتی معین با اوج میگیرد. یعنی این ژنتیکی یعنی نسل از نسل به نسل گذشتن. دیگرش باشد بعدی آسیب میگیرند یا که بعدی تولد شدن آسیب گیرد اگر به خروج‌های اختلاجی گرفتار شده بعد به بیماری سر میگذرد. دیگرش باشد مثلا گیریم یکون خیلی مینینگیت یعنی التهابی مغز سر، پرده سر، یکون ویروس های وزنین اثر گذرانده باشد به چنین بیماری گرفتار می شود. یا که بعدی اینسولت یعنی سکته معدنی سر، بعد سکته نیز به چنین بیماری گرفتار می شوند. اینها یعنی وابسته به رگ‌های خونگرد معدنی سر، یعنی وابسته به رگ‌های خونگرد معدنی سر، وابسته به سرایت‌یابی مغز سر یا آسیب معدنی سر هنگام تولد یا که آسیب هنگامی در حیات آدم البته از بلندی از پستی می افتد، بعد افتیدن به چنین بیماری گرفتار می شود. و اون هم سبب شده میتونه دکتر هنگام همین گفته های من افتیدن پست تروماتیک بعد آسیبی اپیلپسیه یعنی بیماری سر بعد آسیبی وابسته به آسیب گرفتن آسیب. بابت علامت‌هاش میگیم. بابت علامت‌هاش اگر استیم اگر بعضی وقت همیشه حالت‌ها شدگی که کوچه می افتد در بازار یا که در راهروها می افتد و یک بار دست و پای میزند تو یعنی خود چیزی نمیداند از این برمیاد که دکتر پیش از اون که همین به همین چیز دچار میشود چند ثانیه پیشتر یا دقیقه پیشتر البته آوره شاید آوره گفتگی کلمه هست یعنی پیشگوی یعنی پیش آمد یعنی بعضی ها زریتل نمیشد چشمش به نظرش به حس مینمود، بعضی ها دردی سر میشن، بعضی ها اشکمشون در میکنن، بعضی ها گوششون به صدا میبیاد. من سیر شکل این چیز بعد همین یک آواز میبرارن و بعد این به زمین میافتن. و اینجا دکتر منظرت میپرسم تا اونی که به زمین میافتند چون گفتیم انم آورن صداهای گوناگون رو حس کردن در گوش یا گویم منظره رو به طور دیگر دیدن، پس در همون لحظه چی کار باید کرد نفری بیمار؟ اولین یاریه که به خود میرسونه چی کار باید کرد؟ شاید همراه همیشه یکون دوری با خود نگاه دارد یا شاید چیزی نو شد یا به یکون جای سایه نشست کرده باشد یا چیزهای دیگر است. سایه تیپ چی میگوید در این بابت؟ شکل‌های سبک این بیماری
خودرو در رو محافظت کرده یک جلد میگیرن و با مادر با پدر اگر بچه خورد باشد مراجعت میکند من سرم در کرده است یا که شکل های سبک است لیکن شکل های وزنی یعنی اداره نشونده است اداره نشونده است یعنی نو وابسته از قبول نمودن دارواری من فینوباربیتال فینلپسین که همین داروها یعنی مقابل همین بیماری به نهایت شفا میبخشد شکل وزنش میافتند بعد دست پای میزنند از دهان کفک میبراید چشم میبراید بالا به همین به زبان هم قفاوه میگردد برای که ما یاردم عملی خود رو رسانیم در کوچه در گیجا نباشد باید در دست ما قاشق یا گونت باشد در رو زبان پیش بگرفته مقصدی اساسی همین قاشق یا که یک چیزی رو به دهان تکون لیکن التماس میکنم از تماشابینان که دست رو نتکنن که چند حادث برای اون که وای دندان کشیده مشکاش سخت ترن که میشد دست همین خیلی حادثه شده که این دست با دندان خود کندگی هیچ وقت دست تکاندن ممکن نیست برای همین دست به چی بیاد همین زبان گرفته پیش به کشنالا گرفتن در کار که مقصد یکم کفکه گرفته تازه کردن در کار راهی نفس آزاد کردن در کار که تا همون خروج های اختلاجی کشش های دست و پای ها از توش رفتن یعنی برطرف میشد آیسته نفسگیری آزاد میشد و سکیم بیمار به خواب رفتن میلان میشد پس در آن همون حالت چون گفتیم در کوچه چون این حالت شد سر زد یک نفری که دیدیم به کمک شتابیدند باید در آن همون حالت بیمار رو چگونه خوابانید رویش رو به آسمان یا با کتف راست با کتف چپ این هم شاید ضرورتر باشه این سوال خوب برای اون که یک طرف به میگردونیم همین وقت به یعنی دلی بیمار بی‌حضور شده یعنی قیکنی سر میشه وقتی که قی میکند برای اسپیراسیون کلمه هست اسپیراسیون گفتن گپ برای نفس همون خوراکای از معده آمدگی آبیات ها رفته از دیگر بیمار رو نفسش نگرداند وقتی که نفس گردد و زبان چپه برود ورم مغزی سر میشد ورم مغزی سر شود اگر در مرکزهای ضروری مرکزی دلو راه نفس سکانده دگر به مرگ دچار می شود برای همین حرکت کردن در کار بسیار وقت ما حادثه های ما شنیدگی یا که ما دیدگی چشم ما که همین بیمار شده زمینند غلطی دیگه همون کس کمک نرسونده خودشون چید میگنن که فکر میکنن که وای مای پرست این خیلی حادثه هم شدگی برای همین کمک نمیرسونن برای همین تا قدر امکان با بیمار کمکی اولی خود رو رسانیدن در کار تشکر زیاد و خب دکتر دوامناکی این نمودی بیماری چند دقیقه را طول میکشد از آن همون گوییم اگر افتادن به زمین تا به خود آمدن یا تا به هوش آمدن چند دقیقه فاصله میرود یا وقت است یکم معیار هست یا نه ما حاضر گفتیم که این بیمار سیر شکل یکم همون شکل های وزنی نش دوران دراز دوام مییابد یعنی خروج های اختلاج سودروگی میگوییم همون خروجی اختلاج همون حالت در بعضی ها از 1 دقیقه سر کرده تا 1 ساعت هم دوام مییابد یعنی به هوش نمیآید اگر همین خیلی حالت های دوران دراز 40 دقیقه 30 دقیقه تا 1 ساعت اگر دوام کرد و بیمار ورمی مغزی سر میشد و به اغما میفرد یعنی اغما گفتین گپ کوما مجبور و ما رینیماسیون یعنی شعبه احیا جا کرده ما یاری اولی خود رو میرسونیم لیکن دیر میشود وقت برای همین شمارش اگر گیریم اگر ما حاضر دوامناکی گفتیم شمارش بعد در بعضی بیمارها من حساب کردگی در یک روز کوتاه تا 90 بار هم شدگی یعنی چونین میشود همه خیلی خروج یعنی راهی رهروان هم میشود از این برمیاد که دکتر و هم این خیلی هم هست اکنون راست ایستاده میشدگیش و دیگر و شکلی سبوک
مثلا گریم ابسانس کلمه هست. ابسانس گفتن گپ یک سکون دولی کوتاه راست ایستادیم یک کم تا به هوش میرد. یعنی چگونه میشود؟ میتونم مثلا گفتیم با ما اندش صحبت کرده ایستادن گویا که در همون یک حالت ثانیه کوتاه پس چگونه میشود همون لحظه؟ همون لحظه یک سکون گفتگی همون یک سر میره و چشم سیاهی میزنه و چیزی دیگه نمی افتاد جای ایستادگیش به یک چشمش 2-3 مرتبه بالا میرد 2-3 مرتبه بعضیش 5-6 تا 10 مرتبه میشد و یک همین سکونده با خودش میبیاد. مثلا گریم بغیر از این همین شکل ها یا که همین علامت هایی که ما گفته گذاشتیم این خیلی بیماری های سر اپیلپسی داشته خلق و اطفال آنها ویران می شود. یعنی چگونه؟ بله. تیز خفه میشن، تیز میرنجن، یعنی تیز عصبانی میشن، تیز با یگان کس جنگ میکنن، تیز خفه شده یگان عراض میکنن، عراض چی میشن نمیخیر. یعنی گفتی خودشون میکنن، یعنی گپی من گپ گفته و ها خواهش خود رو بالا میگذارن در جای عوام میگذارن که هر نفر با اون نفر اطاعت کرده باشد. نمیخیر. فرض کردیم مثلا گریم من ناپلیون یک دوره چنده با روسیه جنگ کرد. همون ناپلیون نیست، همون اپیلپسی نمودی ابسانس داشت. از بس که خراکتر فکر و عقیده های وی ویران که بود چون ما فکر میکنیم طبیبان که یعنی عالمان پیشتری هم در گزیته ها در مقاله ها چاپ شده بود که همین با دیگر دولت یعنی جنگ کرد. این یک طرفی وای. دویمش این که بسیاری همین با چونین خوریچا گرفتار میشدگی خصوصا کودکای سنشون تا 3 ساله. پس چرا تا 3 ساله دکتر؟ تا 3 ساله. برای اون که تا 3 ساله خروجی اختلاج میگوییم فقط سودروژنی سیندروم در 1 سال اقلا هنگام حرارت بلند شوی 3 مرتبه 4 مرتبه تا 5 مرتبه تا 8 مرتبه شدگی کودک‌ها هم هستند تا 3 ساله. اگر انا همین بیماری اختلاج اگر ما تبابت نکنیم در وقتش انا همین بیماری بعد با اپیلپسی میگذره. یعنی دائمی میشود. دائمی میشود و اپیلپسی وای میشود. یعنی علمان همین گفتگی علمای تصدیق کردن و گفتن که در هر یک خوریچای اختلاجی شدن تا 10,000 حجیره های معاینه سر آسیب میگیرد. نابود نمیشه و تنها آسیب میگیرد. یعنی آسیب که گفت حجیره های مغز سر همیشه یک سیاتش بلند که تیز چون که RNA DNA هر یک حجیره امینوکسیلات دارد تغییر می‌یابد و یعنی آینده با فشار بلندی داخلی کاسه‌خانه سر یا با عقلش با خونیشش با دانشش رفتار کردارش نیست تاثیر رساند. یعنی به یک بیماری دیگر آورده میرساندگیش اساساً ما همین وقتی بلاغت رسی میگوییم. خصوصاً همین دخترچه‌ها 12 ساله 13 ساله سر شد، پسر بچه‌ها 15 16 سال میشن. انا همین وقتی همین گذریش وقتی بلاغت رسی یعنی گرمون ها در خون انسان فعال هستند در این وقت همون 14 سالگی رفته باز 13 14 سالگی اوج گرفتنش ممکن یعنی به اپیلپسی بدل گشتنش ممکن. اگر در حالتی که در سن و سال 3 سالگی و 2 سالگی اگر پیشش نگرفتن یعنی معالجه نکردن اگر اهمیتی ظاهر میکنن باز در سن 13 14 سالگی خروج میگیرد و دائمی میگیرد و ثانی دائمی میشه و تابتش مشکل میشه. یعنی این نمودی بیماری پرتابت شونده است دکتر یا نه؟ اکنون یک شکل‌های سبکش مدتی باید که تحت نظارت دکتر از 3 سال تا 5 سال ایستد. یعنی نکم در 1 سال 2 مرتبه ثبت برقی معاینه سر EEG میگن باید که گذرد که همین اپیلپتیک نظام میگوییم
همون جای خروج گیرنده یا که اوج گیرنده همین بیماری ما دیده روی همون ثبت برق معنی سر خلاصه برآورده داروواری که ما توصیه میکنیم باید 3 سال تا 5 سال دائمی خوردنشون دکار بعضیا فکر میکنن 6 ماه استعمال میکنن و نمیشد گفت اون 6 ماه من دارو استعمال کرده گشته است این فرزند من درست شد سالم شد میگن نزد طبیب مراجعت نمیکنن فراموش میکنن داروواری ها رو یک کنج میگذارن یک کنج میگذارن انا بعد خروجی کلان اوج میگیرد پس از چند وقت دکتر مثلا سال باشه نه بعضی هاشون مثلا گیریم حاضر همون مقابلی همین بیماری سر فینلپسی یا فینوباربیتال این گروه بین‌النهاد داروهای بسیار حاضر هست یا دپکین این خودشون اگر به اجازه ما به ثبت برق معنی سر به تحلیل آنالیز ها خودشون اگر باز دارن داروواری بعضی هاشون فردا شد میشد بعدی قطع کردن بعضی ها بعدی 3 روز بعضی ها بعدی 15 روز بعضی ها بعدی 1 ماه برای اون که ما باید از نظارت گیریم نکن 3 سال 5 سال ما به تحت نظارتی عصب‌شناس یا دکتر اویلوی ایستاده همه تحلیل یعنی تشخیص ها یعنی آنالیز هایی که لازمی برای بیمار ما باید گذرانده تحت نظارت گرفته ایستادن ما لازم. تشکر زیاد. و خب تماشاگران عزیز و ارجمند بار دیگر شام هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم و این شام در صحبت ما محترم رحیموف عبدالغفور مجیدویچ مدیر شعبه عصبی بیمارخانه رقم 1 جمعیت خیستیورزی ناحیه باباجان غفوروف تشریف آوردند و ما بابت بیماری سر یا خود اپیلپسی صحبت داریم و من اینجا دکتر میخواستم اندیشه شما را اطراف باز یک سوال دیگری شنویده باشم و چون دقیقه های ما که ما در اختیار داشتیم به انجام رسیده است بسیار میخواستیم بابت این موضوع وسیع‌تر صحبت کرده باشیم لکن متاسفانه دقیقه های ما امکانیت نمیدهد و شاید با یک صحبت با یک برنامه ما نمیتوانیم پر اطراف این موضوع ایستاده باشیم و شاید در برنامه های من بعد نیز باز یک ادامه صحبتمون رو به این موضوع روانه خواهیم کرد و اینجا دکتر من میخواستم اندیشه شما رو بابت یک چیز دیگری شنویده باشم و گفتیم که این بیماری خود یک قسم این بیماری هست که نمود این بیماری است که از نسل به نسل میگذرد و خب تصور کردیم پدر یا مادر گوییم به این بیماری دچار شده است یا این بیماری رو دارد و اگر تصور کردیم پدر این بیماری رو دارد چون وقتی فرزند تولید می شود با این نمودی بیماری و اگر گفتیم در حالت مادر نیز داشتن آیا فرزندی که تولید می شود با این بیماری تولید می شود و یا نه سوال توری رحمت در حقیقت همین سوال ما بسیار در هنگام بحث‌های طبیبان بحث‌های طبیبان و عالمان نیست تصدیق کردند مثلا گیریم همین نسل میگوییم همین فرض کنیم 5 فرزند همش بچونی این بیماری گرفتار نمیشه از دونی همین 5 فرزند اگر همون بیماری که اپیلپتیگن زون اگر داشته باشد اگر همین اپیلپتیگن زون گفته همون یک جایی که در یا که در پیشانه یا در ویساشنی اوبلاست میگوییم بالای سر پشتی سر همین گن اگر پاتولوژیسکی گن بیماری فرود همون بیمار به و البته گرفتاری همین بیمار میشه لیکن هست مونده 3 فرزندش هست 1 فرزندش بیماری اپیلپسی هست 2 فرزند ندارد سالم انا همون گن یعنی گنی کسلی گنی بیماری اگر فراید وای بچونی گرفتار میشه تشکر زیاد. و خب تماشاگران عزیز و ارجمند تا این لحظه ما بابت بیماری سر یا خود اپیلپسی با هر یکی شما در صحبت بودیم و البته مهمانی برنامه ما محترم رحیموف عبدالغفور مجیدویچ اطراف این بیماری اندیشه های خود را بیان کردند و اینجا من میخواستم دکتر در فرجام بابت گوییم راه‌های معالجه این بیماری
گفته باشید چی کار باید کنیم که اگر نفرانی که در اعضای عائله اشون گویم این نمودی بیماری رو دارند و امروز زیر نظارت طبیبان هستند و چی کار باید کنند تا اونی که این نمودی بیماری دوباره اوج نگیرد و چی کار باید کنیم که همیشه عائله سالم باشد و آیا طبیبان امروز توصیه میدهند خود معالجه کردن این نمودی بیماری رو استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و این دو سوال انجامی است. مرحبا دکتر. پیش از آن که به این سوال شما من جواب دادم یک گفته میگذارم من در دولت‌های ابدقدرت هنگام تعیین نمودن راهبران چیزی که من نپلیون مثال آوردم یعنی تست هست، تست میگذارم یعنی تست کرده ایستاده معین کرده ثبت برخی معنی دل پورا گذرانیده بعد راهبر تعیین میکنه. مقصد راهبر تعیین نموده نه از همین عبارت که یعنی جمعیت خود پیش برن. اگر خودی راهبر اگر بیماری اپیلپسی داشته باشد اگر وای جمعیت اداره کرد نمیتوند و جمعیت پیش نمیرد خودش. انا کن دویم سوال شما اویدی طبابت طوری سوال گفتید در حقیقت حاضر عالمان تمام جهان یعنی در ما حاضر در دست هر یک طبیب واردات‌های پروتکل‌های کلینیکی از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است. واردات‌های پروتکل‌های کلینیکی یعنی به هر یک بیماری سر که ما گفتیم که سه شکل است به شکلی همون بیماری نگاه کرده دورواری تعیینات کرده میشد. تعیینات دورواری همین که یعنی باید که تحت نظارت گرفته از همین 5 نمودی دارو فرض کنیم کدام نمودی دارو به میجاز وابسته به میجاز همون بیمار موافقت میکند یعنی همون خروج‌های اختلاجی برطرف میکند. وقتی که وای داروی استعمال میکند یعنی دکتر مدتی 1 ماه 2 ماه 3 ماه نظارت میکند که از همون فرض کنیم داروی فنوباربیتال یعنی مقابلی همین دارو مقابلی بیماری خروج‌های اختلاجی اپیلپسی میگوییم یا که فینلپسین دپکین بنزنال بینوها داروهای بسیار هستند که همون اپیلپتیک نظام رو تاثیر کرده خروج‌های اختلاجی برطرف میکنند. این یک نموده که داروواری که ما تعیینات میکنیم لیکن برابر این دیگر داروواری ها هم نیز هستند. حاضر من از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان گیاه درمانی هم نیز در آوردگی که بعضی گیاه‌های هستند که شفابخش هستند برای همین خروج‌های برطرف کردن به نوعیت یاردم کلامی رسوندن. پس خب دکتر سوال انجامی است آیا طبیبان توصیه میدهند معالجه این نمودی بیماری رو استفاده از شبکه‌های اجتماعی یعنی از سامانه‌های اینترنت از اینترنت استفاده برده می شود اگر دیدن ناعلاجی پیدا کنن لیکن باید که اول دکتری عصب‌شناس تحت نظارتش ایستاده ثبت برخی معاینه سر یا که حاضر تا حتی MRT هم یعنی MRT مغزی سر هم توصیه کرده بعد یعنی همون وقتی که ثبت برخی معاینه سر میکنیم مثلا دل بیمار شود اگر ثبت برخی دل میگوییم یعنی وای لنت خودش دل بیمارش یافته نمیتید فقط دیاگرام یعنی تپش زنیش همون نشون میتید گیجوندک بلند گیجوندک پاس بعد دکتری دل میبیند و میگوید که اینجا بیمار دهلیزی دل یا که میده چاش اما مغزی سرانده هم همین خیلی جا هست که ثبت برخی معاینه سر همون ما میگوییم که اپیلپتیک نظام یعنی همون در کدام چسته حالت بلند و پستیش نظر بگرفته بعد دورو خواهد یا معالجه رو آغاز معالجه رو
تشکر زیاد. و دکتر از این برمی‌آید که طبیبان تفصیل نمی‌دهند معالجه را استفاده از شبکه اجتماعی اینترنتی را اکنون ما توصیه نمیدیم. تشکر زیاد. و خب دکتر اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه، به صحبت این شامینه و اگر در فرجام گفتنی داشته باشید مرحمت. من از فرصت استفاده برده گفتنی که در حقیقت برای تبابتی چنین بیمارها برای معالجه پوره برطرف نمودن معالجه حاضر علمه های جهان که به نهایت کاربری کرده شده ایستاز خصوصا در کره حاضر جراحی نمودن چنین به چنین بیماری یعنی اپارات های تجهیزات های زمانوی اختراع کرده که نو فیلم هایش رو به ما نشان دادن، ما دیدیم و حاضر آینده من فکر میکنم که علمان به نهایت کارهای بزرگ حاضر کرده ایستادن. ما وعده میدیم طبیبان که در آینده به چنین بیماری ها یاری عملی خود را پرقوت کرده رسانیم که تا که عمری اینها دراز شود. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه و تنها در انتها ما آرزو میکنیم که دکتر همیشه تنشان صحت باشد، عائله‌شان سالم باشند و همیشه خود را احتیاط نمایند تا اونی که گوییم هر سوپ را با خرسندی با خوشی پیشواز گرفته باشند. باقی تا دیدار دیگر با هر یک شما خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز باشید. خیر.